خب به نام خدا، محسن سلیمانی هستم از چنل لیل لونا یا به عبارتی لیمیتلیس. اومدیم ویدیوی هفته اولمون رو بگیریم که داخل ویدیوی اول هفته قبل من این بازی بلاد استرایک رو بهتون معرفی کردم که قول دادم بیام هم بازی کنم براتون که توضیحات بیشتری بهتون بدم، هم من اون روز یادم رفت چند تا چیز دیگه بعد بهتون توضیح میدادم. نکنید وقتی میاد داخل این بخش خدایا اینجاست، یه لحظه. شما زمانی که میای ای بابا کجایی؟ حالا من تا اینو پاس اینا میای داخل مال اینجا اسکین هست، اسکین برای سلاح، برای آدم‌هات هم اینجا میتونی آدم‌هات رو از اینجا بخری یا میتونی اسکین آدم‌هات رو از اینجا بخری. ببینید من اینو دارم، یکی اینو دارم، بعد خیلی اسکین‌های گرونی هم هست ماشاءالله. 5000 تا سکه شاهی میخواد، یکی که اصلا هیچی، اینو بعد 10 سال بازی کنی تا بتونی بگیری اینا. این تا اینجا. بعد بهتون قول دادم براتون باکس واکنم، این یکیش. خیلی باکس های عجیبی هم هست، هیچ چیز خاصی نداره مخصوصا این سبزاش. این کل چیزی بود که ما داد، جفتش هم همین رنگ بودا. بعد هیچی دیگه همین بود و بریم داخل بازی که من بتل رویال رنکینگ میرم. الان مسترم، کلن این دست رو میکنم اگه ببرم یا MVP بشم حداقل به درجه قسمتی داشت. یه قسمتی داشت که میتونستی داخلش علاوه بر اسکین چیز دیگه هم بخری. حالا کجا بوده من یکم حافظه ماهی دارم یادم نمیاد، فکر نکنم. این هم چیز خاصی نیست، این هیچی نه همون مال بود که من اینا رو خریدم. موسیقی اون نگاه گوش کن، خیلی قشنگه، حال میکنم. مثلا این آقا میگم چه قشنگه. چترمو نگاه، یاکوزام، خودم هم یاکوزام این دست. ولی خب من همیشه یاکوزا نیستم. اینجا غیر از اینایی که بهتون نشون دادم چیزای خیلی بهتری هم داره. مثلا الان بهتون نشون میدم، بذار به عنوان مثال کالکشن رو که ما میریم خوشحالی داره. اینو خیلی دوستش دارم ولی خیلی گرونه، 100 سال باید بازی کنی تا به این دوتا رو بتونی بخری. تو میتونی بری پولدار باشی، یه ذره خرج کنی، سر کیسه رو شل کنی، رویال پس بگیری و همش برات باز میشه. همه اینا برات باز میشه. خب میدونی ما مثلا اینم میتونه بده. نگاه کن شما، ترق. بعد این آدمی که من دارم آدم فیوریت منه، دیتیل داره. این یکی از دیتیلاشه، خیلی خفنه. و لباس عادیشه که اولین بار به شما میده. اینو من خیلی تلاش کردم تا بهش رسیدم. یه مدل ماینکرافتیه، نگاهش. بعد اینا اسکیناشه، اینا مدلیه که میزنه میکشه دیگه، چیز خاصی نیست. همینو دارن، این اولین بار همینو دارن. بریم توی بازی ببینیم. امیدوارم نت یاری کنه، یعنی ببینید مشکل نت داریم ما. مثلا فیلتر هم که هست دهن آدم سرویس میشه.
معمولا فیلتر خوب داشته باشی، به سرور خوب وصل، بعد جایی هم که هستی نتش یکم قوی باشه، مشکل پیدا نمیشه. ولی وای به حال این که مشکل پیدا شه. من اینجا آدمم انتخاب میکنم، استارت رو میزنیم، اینجا لابیه. فکر کنم قبلا به لابی واسه این تلویزیون ببینیم صدر داخل اسکواد فایت ما. تو این اسکواد صدر ما کیه که شما دارید میبینید؟ داداش ما این اسکینی که بهتون نشون دادم، همین الان بهتون نشون دادم، همین الان اونو داره. تلویزیون ها اینجا خیلی باحاله، هیچ وقت چیش نمیشه. شما نها کن، این منم، این چهارمیه منم، اینو یارای منم. یعنی شما نها کن هر سه تا قدر، یعنی اگه ببازیم قطعا تقصیر من ممکنه باشه. یعنی اصلا ممکنه به جایی برسه که من نتم بپره ولی ما تنهایی ستایی برم کارو در بیارم. 9 ثانیه دیگه بازی شروع میشه و 5 دقیقه است که داریم به پول. خیلی خوب، بریم که داشته باشیم. میدارم صدای بازی خیلی نپیچه. با نماید خدا من اینجا خوب بذارم بریم یارای عزیز من. این یک اسکواد منطقی، یک لوک انداختم همشون ریختن همونجا. من دلم برای اونایی که قراره بیان اینجا میسوزه. این چه باکسی آر پی جی میخوام چیکار؟ خدای سلاح خوبی به من نشون بده. از اینا دوستان عزیز، شاید بگید این آبیا چیه. ما اینجا یه قسمتی داریم اگه نگاه کنید لول منو نشون میده، خون و نمیدونم از اینجور چیزا. این بالاش، دقیقاً بالاش علاوه بر خون یه قسمتی داره که شما با خوردن این جعبه‌های آبی بهت چی میده؟ اون انگار پر میشه. اون که پرشه نقش خون رو داره برات دیگه، هر کار بکنی درسته. یعنی چی؟ یعنی یک حریفت به جای یک خشاب بعد 2 تا خشاب برات خالی کنه تا شاید بتونه بزنه، شاید بتونه بزنه که نمیتونه. حالا من نوب سگو نها کن برم اینجا ادعا میکنم. چقدر ضعیفم. پس شما نها کن، ما اول بازی دقت کرده باشید این گوشه بالا سمت چپ میزنه. تعداد کیل های من، تعداد آدمایی که هستیم کلهم اجمعین و اون یکی هم هیچ وقت نفهمیدم چیه و الان 46 نفریم کلا. صدا آهنگ میشنوید اینجا نشنوید. وای خدا، من تا بیام بالا یارای من همین زدن پاره کردم. در صدا عوض کنم. میبینید وقتی اینجوری میشه من میبینم که خب بازی شروع شد، تموم شده، من هنوز یه دونه کیل هم نگرفتم، 7000 تا پول دارم. بیام چیکار میکنم؟ یه اسکن میزنم ببینم دشمن کجا است. دشمن که دیدم نزدیکه به من، میرم کجا؟ میرم سراغش. تر زدم تو قدرتی که دارم. آخ داره من میزنه هرکی هنوز داشت تلاش میکنم نزن درسته. همین مانده دیگه تو ماره بزنی. حالا من نوب سک هستم ولی نه دیگه داری هست. یا امام رضا خدا کنه کار خودی بوده باشه. میبینید الان این آبی شد، یک ذره پیشرفت کردم. این درست باید طلایی بشه، این باید کامل از خونم پر شه. یار ما رو چی زد؟ چه بزنم بیاد چی زد؟ حالا خوب منم بزنه. اینم بذار کارو میکنم درستم.
نگاه باگو دیدی من 2 قدم جلوتر بودم. اصلا یه وقتایی باگ میخوره این هواپیما داری فرود میای. نگاه نمیخوره مردم. من عملا مردم. شما اوه حاجی اینا 2 نفرن که بگو من براشون مردم. ببین کدوم زده ما رو. بعد آره دیگه باگو داشتی شما. من داشتم اون روی خشاب روش خالی میکردم نمیدونم برای چی. بله خود ناکسش زد. باز دیگه به همون 1 خشاب 2 خشاب هم رحم نکرد. بمب انداخت. ای خدا. حالا از اون سلاح همون دیگه باز از کجا گیر بیارم. من دیوانه وقتی یا قویار من با قوی میره اونجا پاره میشه من برایش میرم اونجا باز. من وقتی 2 نفرن. بعد جالبه باز یار دیوانه من دوباره رفته فکر میکنم همونجا و دوباره هم همونجا مرده. وای مرد من برم جای یارام حداقل منو باز پاره نکن. نه اصلا جای یارای من امن نیست اینجوری که به نظر میرسه. بذار دورتر میریم انشالله که اینجا هیچ کس نیست باشم. بعید میدونم بتونه کاری بکنه. الان میبینی گلگی میریزن میبینیم کنن کی میتونه چیکار بکنه. برم ببینم جایزه مایزه الله بیرم. من مطمئنم یه چیز خوبی یه چیز خوبی در اینجا باشه. Weapon here. ای زهر ما رو ریخیم کنم اصلا از زوم فرار میکنم. خدا کنه صدای آهنگ نیاد. همسایه من همین الان وقت گیر آورده من تا برسم میکنم که هم یار من که یار من هم زده. چی میگم فرار نکن. مزن بشم. Using a bandage. Defensive turret activated. Taking fire. ای وای خدای من ای وای نبازیم. دو کلته زد. نینید این چیز بود بنفش بود این. من یعنی تا صبح نمیتونستم اینو بزنمش. وای باز خوبه یار ما زنده شده. اینم نمیدونم پول داره ریوایو نمیکنم مریضن اینا چرا آخه. حالا باز من 14 ثانیه دیگه میام. ما هم وای یار ما هم آفلاینه یعنی هم بیاد میترسم بزنید. باز خوب 3 ثانیه دیگه اون یکی میاد. تو رو خدا آنلاین شو. منم اومدم فوت. وای یه رفیق داشتم میخواست فوت کنه میگفت فوت دقیقا. خب تا اینجا که تر زدیم. من نگاه نکن الان این همه گذشته یه دونه کیل بیشتر ندارم. من خیلی بازیم خوب بود. منتها این دست یک ذره وابسته یاران گرامی بودیم. بریم ببینیم سلاح ملاح چی گیرمون میاد اینجا. هیچی طبق معمول. زیپلاین کجا میخوره این؟ کاملا منطقی. سلاح هیچ وقت با این شاتگان حال نکردم. هیچ وقت یک خدا. اینم بد نیست. وای خدا همین الان وقت آهنگ گذاشتن بود آخه. همین الان که من دارم رکورد میکنم وقت آهنگ گذاشتن بود. یعنی حاضرم سلاح بدترین رو بردارم ولی شاتگان بر ندارم. بلد نیستم باش کار کنم بابا. 3 ثانیه یه بار یه گوله میزنم تا به خودت بیاد این کارو کنم. یار من برای من تو باگه. چی میخواد
turret activated. میبینید یه خشاب رو من خالی کرد هیچی نشد. Enemy hit. منو چجوری زد نمیدونم ولی زد. شما فهمیدید به من بگید. من خودم از این زاویه نفهمیدم چجوری خوردم. شما چجوری میخواین بفهمید؟ اومدم یار عزیزم، اومدم منو نجات بدی. اگه خود نمیری لطف کنی. حلالت منم نجات بده دیگه. سریع بشینیم ما رو نزنه. هیچی هم ندارم خودمون نجات بدم. یه ذره خون بود. کجا رفتید؟ بابا منو تنها نذارید، من گناه دارم. منو اینجا تنها میذارید اینا منو میزنن نفله میکنن ها. یک جایزه داشت اینجا. نه نداشت جایزه. سلاح میگم جایزه. دارم در و دیوار رو میزنم. خدا یار من اونجا مرد. اینجا دارم در و دیوار میزنم. نه نمیرید که یه دستگاه Taking fire. باختیم. بدترین نوع بازی همون نوعیه که توش میبازی. عافیه رو داشتی؟ کجام در میارم اینا رو؟ وای چقدر دست افتضاحی بود. منو باش با خودم فکر میکردم الان میبریم، از مستر لجند میشم، بعد اینو ضبط میکنم همه میبینن. حالا همه ای هم که اولین ویدیوه نمیشه ویو خاصی نداره، ولی خب بالاخره 4 نفر آدم میبینه دیگه. همون 4 نفر خیلی ها. شما اینجوری نگاه نکن 4 نفر به زبون 4 نفره. 4 نفر خانوار رو شما نون نمیتونی بدی. اینجوری بهت بگم این نوشابه خانواده رو 4 نفر تموم میکنه. به طور مثال عرض میکنم. مثلا میگم طرف هیت شد یک جوری بازی میکنم خودم نمیدونم. هنوز چی نشده من تو بازی. هیچی نشده. از هواپیما پیاده میشدم تو باگ بودم. تو رو خدا صدای این آهنگ بنده خدا نیاد. دوست عزیز ما داره شب گوش میکنه. بابا اینا چیه؟ پیش رو بذار. به جرئت میتونم بگم هیپاپولوژیست. چی مینالم من؟ بازی تو بکن. پرواز به سوی لوکیشن ما همینجا خوبی. بیا باکسو من وا میکنم یکی دیگه سلاح برمیداره. ای خدا، ای فلک، ای ماه. قبلا می اومدیم اینجا یک گله میریختن همشون همون اول میزدیم هیچی دیگه یارو به غلط کردن میافتاد. کوچ جاش کوچ نزن دیگه بابا. چهار چیزم مثل من نگه دار. کیلوزی نکردم اون کیل میره برای خودش. شما اینا دست تو 2 مرحله میگیرن. شما باید بدونید اینا رو دیگه. مثلا مخاطبای من حداقل یک بازی انجام میدن بهشون. ما مخاطبی هم نداریم.
نگاه منو زد پاره کرد. نگاه یار منم میزنه پاره میکنه. نگاه دیگه گفتم اونی که اینجوری بازی میکنه سور میخوره میزنه همه ما رو از یه دم. آره حالا یار ما رو نگاه مرده عادل فرار میکنه. نگاه سور میخوره آدم در دیوار رو میزنه. یه گوله کلا بهش خورد. شما این خونه پایین میام خونه پایین. اون نمیدونم چیه. شما اون چیزی که بالای خونه رو شما اگه نگاه کنید نگاه چوری ازش کم میشه. اون یکی یار منم این داره پار دوتایی زدن هیچی ازش باقی نموند بدبخت. من جای تو بودم خودکشی میکردم داداش. او یار دیگه من نگاه روانی هنوز زنده است. اگه خودکشی کرده بود الان اومده بود. من الان اومدم. شاید بگید چقدر حرف میزنی محسن یه دقیقه خفه شو فقط بازی کن. من میگم چشم میخوام یه ذره کیل بگیرم. شما فعلا فقط صدای بازی رو Weapon here. Enemy squad wiped out. The safe zone is shifting. Using a bandage. چون به خودم اومدم دیدم صدای خاصی هم نداره بازی. یکم حرف بزنم براتون دمم گرم. شاید بگید چرا دور نزدی؟ خسته داری 2 ساعت. آخ از اینا. شاید بگید اینا چیه؟ اینا زونو 2 قدمی شما نگه میداره. یعنی اگه زوم میگه من 3 ساعت دیگه جاتم میگه غلط کردی همین الان اینجا باش. آره دیگه اینجوری هست. خدا صدا گوشیتون رو همه بتونه قطع کنید. دم رکورد میکنم فرسترم جایزه. شاید بگید چرا صدا با اون خوبی رو ول کردیم. من بلد نیستم. من داشت صدایی که بلد نیستم و یا آبجی صدایی که بلد نیستم و کار نمی کنم. آقا جان تعارف که نداریم با میبینی بهترین سلاح دنیا رو به من ندی. بلد نباشم باش کار کنم میمیرم. شاید بگید چرا افتادم دنبال سر این. من دنبال سر کیه یار که بیشتر ندارم. بیشتر این قوی تری نمیشه. اینجا که با همین بریم جواب میبینیم که اینقدر گذشته ما هیچ کلی نداریم. اسکن میزنیم ببینیم 2 نفر هم میزنیم. یارای من یه گلگی میریزنم اینجا. آهنگی هم گذاشته بیشترش کن عزیزم. اوه تو مال خودمی چیزی گفتم دزدیدنت. تموم. نه اینجا زنده نمیشی عزیزم. اینجا فقط میمیری. اینجا هر چی داری برای منه. چه اسنایپر نابدی هم داشت. بعد یارو کیل منم باش میدوزید. حالا دیگه این یار ما زد خوشش نامد. دوزی تو روز روشن حرومه از نظر من. حالا نظر بقیه زیاد مهم نیست. هیچ وقت نظر بقیه مهم نبوده مگر شرایط چی باشه که من بخوام محل بگم. میبینیم که هنوز یه دونه چیز بیشتر نداریم. یه اسکن میتونم این بالا چیکار میکنی تو آخر؟ خوبه برم بالا پارم کنم.
تو رو شلیک کردم نمرد. نه حلاله. Weapon here. حالا خوبه یه نفر از همون Using bandage. Luna, you weapon here. Jab here. Weapon here. Weapon here. نه Reloading. هر The کسی safe zone is shifting. Reloading. Taking fire. Enemy hit. کجا فرار بکنم بشکنم. Medic needed. هیچی اشکال نداره. Medic needed. Reloading. Enemy close by. Using a medic pack. Taking fire. حلالش خیلی خوب منو کشت. 2 بار زیرم گرفت. نگاه ای تو روز روشن اومد منو زیر کرد. عجبا. میدونید از من به شما نصیحت. حالا من سگ کی باشم بخوام نصیحت کنم، ولی گوش کن، به دردت میخوره. حتما اگر یه روز یه جایی کارتون لنگ موند، مثلا توی بازی، بدونید یک محمد حسین نامی، یک امیر نامی، یه شخصی توی The safe zone has been redefined. Loadout airdrop incoming. آموزش هایی میذارن تا آموزش پیش چیزی میذارن که بابات هم بلد نیست. یا ستایی دارم باز باک خورد. 2 تا کیل گرفتم تو کله بازی از 100 نفر. اون 2 تا هم کوفتم کردید، اینقدر مردم دیگه. آبروم داره میره جلو دوربینم الان. یک بار نشد مثل آدم ما بازی کنیم. بزن سرشو، بزن نوبی اگه نزنی نوب. وای خدا، یه گوله مخه بزنه زورش میاد. بزن دیگه. وای خدای من چقدر تو نوبی. به خدا اگه اون اسنایپر به من میدادن هدشو زده بودم از همونجا. یه دفعه اسکواد فایت بازی میکردیم. نه آره اسکواد فایت بود تو همین مپ سمت چپ مپ. و اگه شما داشته باشید نگاه، این چپ مپ الان بسته است اینجا. آره لوک انداختم اونجا که لوک انداختم قبلیو بهترین بود. یعنی من توی دون از اون خونه های اونجا بودم. بعد فکر میکنم حریفم 53 متر ورتر بود حداقل. آقا ما اینو زدیم، از همونجا هدشات کردیم. خودم که هیچ ریختم، یارای من برای من دست دادن. Weapon here. منو بزنی خرابه. Reloading. Spotted. تمام. Weapon here.
here. Enemy spotted. I'm down. Medic needed. یارای من کجان؟ مردم. Taking fire. فوش اینا حالیشون نمیشه. با کلت آخه چقدر یه نفر میتونه نوب باشه با کلت بزنی منو پاره کنی از اونجا. باختیم؟ بابا ولم کن. باز خوب از رنگ 6 به 5 اومدیم. بذارم پیشرفت میکنیم. آخرین نفر کل اسکواد منم با 3 تا کیل. باز خوب همون 3 تا کیل رو گرفتم. به خدا. تر خورد تو این دست. از اونجا که تر خورد تو این دست یک دست دیگه میریم. قول میدم این بهترین باشه. قول دادم واسه میخوام دیگه پرپلگیری بازی کنم در این حد. آره امروز روز ایتان ها. این آدمی که من میدونم اسمش ایتانه. امروز روز ایتانه و من امروز آدم دیگه بر نمیدارم. دلم نمیخواد. 58 109 به خدا ما اگه با اینا میبازیم دیگه اون حریفای ما که ببینیم کیان دیگه. من 59 هم وزنیم. حالا این دست دارم حالا میگیم دیگه غلطی هم نمیکنم. دوباره مثل ساده کاری میشه میگه خیلی کاری. ولی این بازی خیلی خوبه. من کرس بریم که داشته باشیم. اون بخشی که اینا چی اسکواد نازی کلانی بازی 3 تاست. شخصیت دختر داره به همین 3 تا. من روکو برای شما میندازم دوستان عزیز. از قدیم گفتن سخن بزرگان هر جا اول بپری هر چه اول تر بپری سلاحی بهتری بهت میرسه. ولی خب من اعتقاد دارم هرچی بیشتر بپیش سلاحی بهتری. من عشق این طرف رو دارم. از عشق اون برای دارم. ولی خب من چیزهای خیلی بیشتری برای ارائه دادم دارم. نه دیگه نگاه باکس طلایی یک سلاح با ستاره پیدا کردم. اون پایین چیکار می‌کنم نه دیگه نه خراب اینجا من باید شما رو بزنم پارت کنم. خودم پاره باشم. بیا موشو گربه بیا یه گوله مخواستم. شما همتون شاهدید. همتون شاهد که من این یکی هم میکشتم اون یکی من طبیعتا میزد. ای خدا چه حرفایی میزنی نوبی دیگه قبول کن. من که همون اولین ویدیو من اولین چیزی که گفتم من نوبم. مثلا هدف از این چنلی بوده که نوب بودن و به قول معروف چه سخنی حالا چیز نباشه بگید وای داری اسکی میکنی نگو این حرفا رو. از نوب بودن در کل میخواین در بیاریم. نمیگم برشون. به خدا من روانیم. من دقیقا دارم میرم همون جایی که دفعه قبل رفتم و مردم زدن پارم کردن که این دفعه میریم این طرفش. شاید این طرف نزدن ما رو پاره کنم کمتر. شما دشمن اونجا دیدی الان میره سلاح برمیداره میاد میزنه ما تو چیه دید. برو از اونجا برو اینجا نباش. برو که اینجا باشی خیلی جات پره. هیچی یه شاتگان پشت خالی برای ما گذاشتی رفتی. همه باکس ها رو هم که وا نکردی. این کدوم نوبستگی بود؟ The safe zone is shifting.
کجا رفت؟ Loadout here. بریم که داشته باش. 1000 تا پول بیشتر ندارم خدای من. پول نبود. Reloading. دشمن یه چیزی پولدار ترجیحاً. دیگه دارم دنبال چیز دیگه میگردم. اونایی که باید بدونن میدونن چی. اومدم رفیق، نگران من نباش، من دارم میرسم. آه جولیت، آه محمد. Weapon here. Reloading. محمد دارم پول بالاخره خوبه. 1000 تا برام نیست. حساب سطحی کنده خبر فرست دوباره پول 4000 تا خوب. 4000 تا بد نیست. کارو دهن شما یار من اونجا دیدی؟ درسته؟ یار منو فعلا داشته خدا قبلا یه ترش میزدی ایول از این این هم نقش همون مکعبا رو داره، هیچ فرقی نداره. فقط اگه بنفش رو پیدا کردی میونه تو رو کنم. حالا که همتون میرسایی من یه اسکن میزنم براتون. UAV support called یک in. دشمن این چیزی Heading to the target. هیچ کسی اطراف نیست، یعنی یک نفر اونم خیلی دوره. Heading to the target. Heading to the target. نمیدونم باید چقدر برم تا بهش برسم. حالا اگه من این همه را برم تا اونجا 100 نفر دیگه ریختم. من به روانی بدم که نمیاد. نه دارم میام انمی، منتظرم باش. حالا خوبه بریم اون منو بکشه. این همه راه رفتیم تا اونجا آخرم هیچی به هیچ. من میترسم این همه رکورد کردیم صدا آهنگ هم تو ویدیو باشه، بعد چه میدونم صدای من واضح نیاد. خیلی بد دردیه، شما نمیدونید، شاید هم بدونید. انمی من کجایی؟ خوشگل و با صفایی، چرا دارم زر میزنم؟ اگه من نتو میشناسی میدونی اینقدر حرف میزنم. آدم خدا حرف نیستم. انمی نبود. وایزون معمولا از زون فرار میکنم. من این همه راه اومدم دنبال زون. یک اسکن دیگه بزنیم برش. UAV support called in. کجا فرار؟ Heading to the target. The safe zone has been redefined. ای خدایا، یا منو نگاه کنید، من سفید اینم. یار من اون بالا نگاه بنفش آبی آبی. آی شیشی بیام برای خودم. 600 متر اونورتر من چجوری بیام دوست عزیز؟ بعد دوباره به 1000 رسیدیم طبق معمول. ایوان انمی رو دیدی شما از اون بالا اومد؟ من که دیدم. تو رو خدا عشقم دیگه با کلت که دیگه نیا تو روی من رو بزن. نه گو خوردم. کلت هم نبودی ولی نوب بازی ها چی بود نمیدونم. بریم آقا بریم که نمیم تو رو بزن. Enemy hit. Please help me. The safe zone is shifting. Emergency drop چطور here. ممکنه که Hang تو in همچه there. سلاحی I'm داشته here to باشی و help. نتونی منو بزنی؟ خیلی جالب بود برام. شما باورتون میشه من اونقدر نوب بعد این همچین سلاح 5 ستاره 6 ستاره میگی هتل لامصب.
زدم منو پاره کردن. چجوری تو نتونستی؟ ببینید اینجا فرق بین آدم های نوب و چیتر و پرو پلیرهای 8 تا 12 ساله معلوم میشه. حالا شاید بگید تو چی؟ تو کدومشونی؟ من هیچی نیستم. من یکی هم که اومدم به شما لطف کنم، بهتون میدونی من شما رو دوست دارم، بهتون ابراز علاقه کنم، آدم بهتون بگم دوستان ببینید بشنوید این بازی ها وجود دارن. چند تا انمی اونجا از 2 دقیقه یه بار داری لوک میدنی برا من. بیا پایین بابا، بیا پایین. اون لوک هم دیگه پول ندارم بهش خود نجات حلاله. یار گاو نباشه گیم ما بردیم. یا من بگیرم گیم رو بردم پول روی منو نزن. آقا 2 نفری منو جر دادید. پول داره دیگه ایشالله. لالاوی تر زدم به این زبان انگلیسی که من باید برسم. واقعا کجایید شما دوستان؟ من الان کجا رسم شب خواب چه الان بذارم من میام اینجا تشت من اینجا که مردم. شما نظرتونه؟ من که نظرم واقعا مردم میام تو باید خوردم تو طلایی. نه منو تو روز روشن اب پشت نزن. بس با یارای من زنده نزدم پشت دیگه. جرم داد کاش فقط بکشه. خدا بعد از این به بعد هر بار که بازی میکنم یک دونه ویدیو بگیرم، یه دونش خوب در اومد همونو پخش کنم براتون. 42 ثانیه دیگه 5000 تا داری دیگه. حالا من همچه تغییری هم ایجاد نمیکنم با زنده شدن. درو بست یارو بست. یارو دید درو بست. خب بیا کیلشو دزدید. چوبیت تو دیوار داره گردنشو میشکنه. من نمیدونم 10 ثانیه دارم میام دوستان. همونجا وایسید سلاحشو برای من نگه دارید تا من برسم. نگهشون دار دارم میرسم. واجب بود گردن همو بشکنید. نگاه یار تو زدن. یار نوب تو زدن. یار نوب تو انگار یار من نیست فقط یار اونه. چرا شما همه جا هستید؟ بسته دیگه تمومش کن دشمن علی. باز هنوز من نیومده منو زدن. نگاه جر خوردم. باختیم اصلا بابا. میبینید رنگ میاد بالاتر. هی رنگ کاب میشیم. واقعا خودم خسته شدم. بسته دیگه. خیلی خب دوستان متاسفم از اینکه مجبور شدید همچین سمی رو تحمل کنید. همش باخت بود. آره
قول میدم ویدیوی بعدی بهتر از اینا باشه. بعد آره من تا یک تایمی قرار روی بلادی تمرکز کنیم که ببینیم به کجا میرسیم. امیدوارم به جای خوبی برسیم. بعد الان شاید براتون سوال باشه من با این نوبی که 3 تا کیل به زور میگم چوری مستر وانم خودم هم نمیدونم. اسکواد فایت هم دایموند قایویه. بازم خودم هم نمیدونم. دوستان مراقب خودتون باشید. یادتون نره سابسکرایب، لایک، نمیدونم به دوستاتون نشون بدید. بازی رو حتما امتحان کنید. بالاخره ما الکیش این بازی ها رو برای شما پخش نمی‌کنیم، داریم نشون میدیم که برید بازی کنید. خوشتون اومد شاید ذره از مشکلات بدبختیایی که توی سرتونه فرار کنید. ما که بدبختی هم نداریم، جوونیم، ولی خب بالاخره هر کسی مشکلات زندگی خودشو داره و به کسی دیگه هم مربوط نیست. مراقب خودتون باشید، روز خوبی داشته باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.